بحث کردن با بعضی از آدم‌های احمق رامبو جان عین کشتن پشه رو صورت. تو ممکنه پشه رو بکشی اما قطعا یه سیلی به خودت زدی. خواهش میکنم با آدم احمق بحث نکنید چون افسرده‌تون میکنه. اون سیلی همان افسردگیست. میبینی حال تغییر نمیکنه چون مدام با آدمای احمق داری بحث میکنی. یه نکته دیگه این که علت این که حال بعضی از ماها تغییر نمیکنه به خاطر اینکه مبتلا شدیم به دوستانی که نقش قطار شهربازی رو داره. سر ما رو گرم میکنن ولی ما رو به جایی نمیرسونن. یعنی خاصیتی نداره. چه بامزه.